اولین کار برای برنامه‌ریزی درسی اینه که شما یک سری اطلاعات و داده از روند زندگیتون داشته باشید. اولین مورد اینه که ساعت خواب و بیداری شما چیه؟ یعنی شما شب‌ها چه ساعتی می‌خوابین و روزها چه ساعتی از خواب بیدار میشین. شما یک روز این رو چک می‌کنید قبل از خواب ببینید چه ساعتی خوابیدین و صبح هم وقتی بیدار میشین نگاه می‌کنید ببینید چه ساعتی بیدار میشین که بدونید در طول یک شبانه روز شما چند ساعت می‌خوابین و ساعت خواب بدن شما چقدر است که متناسب با اون بتونید برنامه‌ریزی درسی داشته باشین و به خودتون فشار نیارین که بخواید کمتر از اون ساعت خواب بدنتون بخواید بخوابین. مثلا بگین من باید حتما 6 ساعت بخوابم چون کنکوری هستم، من باید حتما صبح ساعت 6 از خواب بیدار بشم. اینجوری نیست. شما باید متناسب با اون سطح خوابی که بدنتون نیاز داره بخوابین و صبح بیدار بشین. دومین مورد اینه که اگه شما مدرسه میرین بدونین که چه ساعتی از مدرسه برمیگردین و چقدر وقت میبره که شما حالا یک استراحت کوچیکی داشته باشین بعد از مدرسه. حالا اگه شیفت صبح هستین ناهارتون رو بخورین، استراحت کنین، حالا لباستون رو عوض کنین و اینها. بعد شما میایین میبینید که حالا اون تکالیف مدرسه و درس‌های مدرسه چقدر از شما وقت میگیره که بتونین رو هماهنگ کنین با اون برنامه‌ریزی درسی که واسه کنکور می‌خواید بخونین و بعدش هم ببینید که می‌خواید چقدر واسه دروس نهایی وقت بذارین. دروس نهایی رو حالا با همون درسایی که واسه مدرسه می‌خونین حالا هم بهش یک سری نمونه سوالات حل کنید، کم دیگه واسه مدرسه باشه هم واسه دروس نهایی باشه، اینم تعیین کنید. خب حالا شما همه این اطلاعات رو که درآوردین میام می‌بینید مثلا مثال میزنم یکی حالا شیفت صبح حالا تا بیاد خونه و حالا استراحت کنه غذاشونو بخوره میشه ساعت 3 بعد از دیگه از ساعت 3 بعد از ظهر دیگه وقت داره تا به بعدش و شب هم معمولا حالا مثلا ساعت 12 شب میخواد. خب این فرد از ساعت 3 بعد از ظهر وقت داره بخونه تا مثلا 12 شب. دیگه نیم ساعتش ربع ساعت قبلش هم کم کنیم که حالا دیگه بره توی رخت خواب و اینها میشه تا ساعت 11:45 این فرد وقت داره که درس بخونه. حالا دیگه اینها رو توی پارت بعدی توضیح میدم که اونها رو چطوری بخونید اون تایمی که داریم رو.